سلام. یه بنده خدا ناراحت بود، باهاش صحبت کردیم. چرا ناراحتی؟ گفت چند وقتیه با خانواده به هم زدم. گفتم چرا؟ گفت ما یک مسافرت مجردی رفتیم، وقتی اومدیم خونه زنمون با خوشرویی اومد به استقبالمون. گفت مرد خوش گذشت. گفتم عالی بود. گفت چقدر خرج کردی؟ گفتم 100 میلیون تومان. خیلی اخماش رفت تو هم و شروع کرد سر ما داد بیداد کردن. یک چند وقتی گذشت گفت مرد منم میخوام مجردی برم مسافرت. گفتم خب برو، خیلی هم عالیه. این رفت و بعد از یک هفته ای که اومد گفتم خانم چجوری بود؟ خوش گذشت؟ گفت عالی بود. گفتم چقدر خرج کردی؟ گفت 100,000 تومان. خندم گرفت. مگه با 100,000 تومان میشه یک هفته بریم مسافرت مجردی؟ گفت آره 100,000 تومان همون بستنی بود که اول سفارش دادم بیارم، بعدش یه خل مثل تو گیرم اومد.